نمایندگان چند سازمان غیر حکومتی در شمال تاجیکستان روز 13 سپتامبر در یک نشست خبری درباره نقش این سازمان‌ها در حل مشکلات مردم صحبت کردند. فعالان جامعه شهروندی گفتند چون این سازمان‌ها به تدریج کم می‌شوند که مایه نگرانی است. در ولایت سوخت 500 تشکیلات جمعیتی به قید گرفته شده است، لیکن در یکی از برنامه‌های تلویزیونی نماینده ریاستی عدلیه گفتند که تنها در سال 2017 در 8 ماه یکم البته 20 تشکیلات با هر خیل سبب‌ها برهم داده شدند. یعنی این هم یک چیزی تشویش‌آور است، چون که تشکیلات جمعیتی این حقوق به متحد شوی است. بسیاری از سازمان‌های غیر حکومتی در تاجیکستان برای دفاع از حقوق انسان، حل مشکلات زنان و قشرهای آسیب‌پذیر کار می‌کنند. ولی سالهای اخیر در جلب مبلغ برای فعالیت مشکلی می‌کشند. من 2 سال آخر کم مبلغ گذاری می‌شوم. مثلا من تشکیلات جمعیتی مرکز زنان رخصار ما هم حتی یک چند مرتبه لایحه‌ها پیشنهاد کردیم، لایحه نگذاشت، لیکن بود ما بگم که 3 ماه ما به مبلغ هم کار کردیم، چون که شب و روز زنکو مایه درآمد میگفتن که همون اون نفرانی که کارگرایی که حسی تو مسئولیت شناسی داشتن برآمده بی پلان کار کردن. نمایندگان سازمان گلرخسار تاکنون به صدها زن محتاج کمک کردند و میگویند مانع خودکشی چندین زن شدند که راه نجات از مشکل را در خودکشی میدیدند. در تاجیکستان عین زمان 2400 سازمان غیر حکومتی ثبت نام شده است. سازمان‌های بین المللی حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن فعالیت چنین سازمان‌ها و بخصوص حامیان حقوق تنقید کرده و خواستند که اجازه بدهد این سازمان‌ها آزادانه فعالیت کنند.